شاهنامه فردوسی یک تاریخنامه بزرگی ادبی و بدیعی و مدنی و فرهنگی و هم اجتماعی سیاسی است. یک شاه اثری است که در اصل در ذات خودش به همتا و بی‌نظیر است، چون ما رو با هویت ملی خودمان رو با خودمان آشنا میکند، شناسایی میکند و کل تاریخ گذشته ما رو پیش نظر می آورد و در لباسی بسیار زیبا، در لباسی بدیع. یعنی کلام بدیع مهمترین خصوصیت کلام بدیع همین است که به فرق از سخن علمی، به فرق از سخنی که از بله منطق و اندیشه میشه، این است که در وجود این شوراننده هست و هم اینچنین ذوق و رغبت کس رو تحریک میبخشد. یعنی انسان رو به فکر کردن وادار میکند، تحریک میدهد که انسان همواره به اندیشه، به عمق اندیشه وارد بشود و خلاصه های بسیار مهم حاصل بکند و همین انسان مفکر یا اندیشمند محصولی یا که هدف نهایی کلام بدیعی خطی هنری است. کلام گفتاری هم است، کلام خطی هم است. این چیز. بعد شاهنامه قاموس است. یک انسیکلوپدی، هم تاریخ، هم عرف و عادت، هم اتنوگرافیا، هم اجتماع شناسی، هم اخلاق، اتیکا و پالهای گوناگونی دیگری گمانتری قوم معظم تاجیک رو، عموما مردم فارس و تاجیک رو از ابتدای از دوره آغازین پیدایش و تشکل تا به اصطلاح عرب میرساند. از این نقطه نظر شاهنامه رو هم تو یک اثری بدیعی گفتن چندان درست نیست و هم از البته اثری بدیعی است، چون که بزرگترین داستان حماسی است و یک خصوصیت حماسه همین است که نسبت به شعر غنایی، نسبت به دیگر شعر دراموی و دیگر نوعی شعر، مهمترین عنصر فرق کنندش همین است که هر سخن طلا برکش است و اختیاری مؤلف در بیان حادثه ها، جزئیات، اندیشه ها، وضع و حالت ها، عموما مناظر گوناگون عالم اشیا خیلی و خیلی هدفمندانه صورت میگیرد. شما ببینید که شاهنامه فردوسی که قسم اولش اساطیری است، قسم دیگرش مثلا قهرمانی و پهلوانی و این جهت دارد و قسم آخر تاریخی است، یعنی تو به زمان اصلاح عرب تو این چیزو میرسد. اما یک خصوصیت مهم شاهنامه همین است که ساختارش طوری هست که سترکتورش طوری است. همین زینه به زینه انسان همین تاریخ خود رو، گذشته خود رو، هویت خود رو برای خودش کشف میکند. انسان رو برای خود انسان نمایان میکند. این جهت‌های بسیار دیگری حکمی هم دارد. از همین 60,000 بیت شاهنامه فردوسی بیش از 5,000 بیت به پند و اندرز اختصاص دارد و موضوعهای نهایت گوناگونی زندگی اجتماعی و فردی و اخلاق جامعه و جامعه بشر. اصلا در شاهنامه اون گونه‌ای که شاهنامه پژوهان تحقیق کردند و یکی از شاهنامه پژوهی ورزیده در تاجیکستان ما استاد زنده یاد پروفسور خدایی شریف زاده بودند. 3 کتاب بزرگ کلان حجم بسیار صحیفه روی چاپ آوردند و عمر وفا نکرد وگرنه اینا دوام میدادند. در همین کس به نظر همین کس 3 ایده دارد، یک نه 3 ایده دارد، 3 غایه بسیار مهم دارد فردوسی توسی در شاهنامه که یکی ایده با وجود آمدن جامعه بشر است. همین جامعه بشر چگونه با وجود آمد، همین محتوای اساسی شاهنامه است و دیگری وطن دوستی و وطن خواهی، این همین چون خط قرمز، چون خط سرخ از شاهنامه میگذرد و در مثال رستم دستان همه آرمان های والای حکیم فردوسی توسی در اینجا جامعه عمل میپوشند، انعکاس میشوند و دیگری صلاح اجتماعی و سیاسی
همون جامعه‌ای که جامعه‌هایی هست که در طول شاهنامه تصویر میشوند. شاهنامه رو هر قشر جامعه به طور خودش قبول میکنند، میخواند و میکنند و بعد شاهنامه بعد یک بسیار اثری به حدی بسیار بلندی ایجادی بدیعی حاصل شده فردوسی است. خود فردوسی همین تولید سخن رو به 4 نوع جدا میکنند. سخن ساختن، چیزی که برای بیان فکر لازم است. سخن بافتن، یعنی نظام واژگان رو درست سازمان دادن و چنان سخن رو به همدیگر وصل کردن که تأثیری به ذهن و شعوری خواننده برسد، یعنی تأثیر ذوق استتیکی باشد. سیوم سخن سوفتن، یعنی به حدی که دوری معنی میسوفتن بزرگان، یعنی و چهارم سخن پرداختن، یعنی حدی بلندی اعجاز است. هر قشری جامعه شاهنامه رو هر گونه میفهمد، یعنی ببینید همین فطرت انسانی، ذکاوت، تفکر، تخیل، حس، عالم احساس و ذوق در انسان ها گوناگون می شود. همه این چیزها فطرت انسانی تشکیل می دهند. مثلا همین خواننده هایی که فرض کردیم از صنف 1 تا صنف 5 میخونند، باید شاهنامه را چنان شرح شاهنامه را بخونند که با ذوق و سلیقه آنها موافق افتد. و اون قشر دیگرش از صنف 5 مثلا تا 11 برای اونها شرح اندک مرکبتر لازم است که اونها به عمق اندیشه های فردوسی برسند. برای اونهایی که به سن بلاغت میرسند، مثلا از 17 و 18 تا بالا، برای اونها مثلا یک شرح معین، شرح دیگر خیلتر در کار که مثلا همین با حکمت اندیشه های فردوسی، با عمق انمون تصور فردوسی از عالم اشیا رسیده باشند. یعنی هر یک این چیزها مناسبت ها باید گونه گونه باشد. صحبت مختصر امروزه ما پیرامون نقش زنان و مادران و خواهران عموماً بانوان در شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی طوسی است. فردوسی بزرگ به مسئله زن در شاهنامه بی‌زوالش از چند پهلو می‌نگرد. وابسته به واقعات اثر، وابسته به روش سوژت همون اثر، داستان‌های داخل شاهنامه گونه گونه ابرازی زنان تصویر می شوند و تصویرکارهای فردوسی از همدیگر وابسته به رفتار، خصلت، کردار و دیگر فضیلت های زنان و بانوان تغییر می یابد. اما 4 نکته است که در فردوسی خیلی برجسته ظاهر می شود. این یکم اگر در عموم بگیریم، اگر مجموعاً بگیریم، اگر این مهر ناتکراری مادران مهربان است. دوم دلسوزی و جانفشانی های خواهران مشفق، این طایفه خیلی زیبا و مؤثر تصویر می شود. و سوم پاکی و لطافت همسران، بسیار زیبا. و دیگرش این عشق و صداقت معشوقه های شیرین. یعنی همین 4 مسئله در فردوسی بسیار جایگاهی اساسی دارد در موضوع زن. ما وقتی که زن میگوییم همین ابراز رودابه پیش از ما به نظر میرسد که رودابه دختر مهرابشاه کابلی، مادرش سیندخت، یک زنی هست که در سیمای او فردوسی مسئله پاکی و نظافت و خیلی اهمیت داشتن محبت را ذکر میکنه. پسر سامینر ما زالیزر از ایران زمین با دختری که نژادش گویا اهریمنی است، یعنی از سلاله ضحاک است، یعنی رودابه به همدیگر رو دوست میدارند و عشق و محبت میکنند و بالاخره با برطرف کردن مانعه هایی که در این راه پیدا میشوند آنها ازدواج میکنند و رستم دستان در شاهنامه یکی از تهمتن های شاهنامه ابراز مرکزی است که در او همه ایدئال های فردوسی تطبیق می شود، تولد می گردد. یعنی این بعد دوم مادر رودابه سیندخت
سیندوخت از اون در شاهنامه خیلی زیبا و به طور انفرادی خیلی زیاد عکس می شود. نه از اون جهت که همسر مهراب شاه کابلی است، نه از اون جهت که مادر رو، بلکه یک خانم، یک بانوی تدبیرجو و خیلی خردمند است. ببینید که او وقتی که قصه عشق پاکی بین زال و رودابه در گرد و اکناف پهن می شود، سام و لشکر او آماده می شود که یک نبرد خونینی در پیش بود و همین از روی خرد، از روی تدبیر، از روی اون که همین چیز پیشگیری شود و مانعی خوشبختی اینها جوانان نگردد، سیندوخت به پیشواز سام می رود، لشکری وی می رود و حمله رو برطرف می کند. همین مصرع های فردوسی خیلی خاطرمون هستند در همین قسمتی شاهنامه. اگر ما گنهگار و بدگوهریم، بدین پادشاهی نه اندرخوریم، من اینک پیش تو هم مستمند، من اینک پیش تو هم مستمند، بکش کشتنی بستنی ببند. جان فدایی مادر را بینید که برای سعادت همین فرزندش خود را پیش لشکر می افکند، تا اینکه میگوید این من آمدم، این اگر بخواهی من ببند، بخواهی بکش، اما با کابل حمله مکن و مانع خوشبختی جوانان مشو. این خیلی دیگر ابرازی بسیار خاطرمون که گمانم هر یک پیرو برنای تاجیکستان و عموما حوزه فارسی زبان میدونه این ابرازی تهمینه است، این همون دختر شاهی سمنگان. اما من در این باره بسیار سخن نمیگویم، فقط یک لحظه رو میخواهم بیان کنم که اون لحظه وقتی که سهراب کشته می شود و وقتی اسبی او رو می رود به زادگاهش و تهمینه همون لحظه با اسب، توسط اسب فراق فرزندش رو، اندوه کشیدنش رو خیلی مؤثر فردوسی بیان کرده است که حتی فکر میکنم دلی سنگ هم آب می شود. اینه بینید، سری اسبی او رو به بر در گرفت، بمانده جهان بدو در شگفت، گهی بوسه زد بر سرش، گه بر روی، ز خون زیر سومش همی راند جوی. دیگر ابرازی بسیار خاطرمند در شاهنامه که ایدئالی یا که آرمانی والای فردوسی است، این ابرازی گردیه است. نقش گردیه است، خواهر بهرام چوبینه که بعد کشته شدن برادرش بهرام، او سلاح او را به بر میکند و حتی سالار خاقان چین توورگ را حتی به قتل میرساند. همین گونه یک جسارت و قهرمانی بی‌نظیر نشان میدهد. و در همین چیز یک دو سه خصلت بسیار جدی ذکر می شود. اول اینکه خواهر دلسوز است نسبت به بهرام چوبینه، از این دیگر تکیه‌گاه معنوی بیشتر نیست. دوم وطن خواهی جسور است و مرد خصلت است. این همین زنهای ما در تعبیری در عرف تاجیکی میگوییم فلان دخترها فلان زنها مرد صفت هستند. همین گردیه همین گونه به همین طایفه داخل دارد. زال و رودابه که بهترین داستانی عشق و رمانتیکی فردوسی هست و محبت بسیار صدق و صفای محبت در اینجا آشکارتر است. یک مثالهایی هست که خیلی خیلی زیبا و مؤثر و همچون شاهکار هستند. راز دل رودابه رو میفهمد مادرش، با مادرش رو آورده میگه نخواهم زنده بودن به روی او، جهانم نارزد به یک موی او. در حقی زال میگوید بدان کو مرا دید و با من نشست، با پیمان گرفتیم دستش به دست. اعتبار انسانی هم در همین است که از پیمانش رو نتابد. اون چی که در مثال این بانوانی که ما خیلی مختصر یاد کردیم در شاهنامه، هرچی که گفتیم این همه از اون گواهی میدهد که فردوسی بزرگ هنوز در زمانش در همون عصر ده نسبت به همین قشر جامعه یعنی زنان و بانوان بسیار نظری بلندی گومنیستانه داشته است و تمدن امروزه رو، فرهنگی والای امروزه رو در هر کشوری که باشد به همین گونه اندیشه های والای فردوسی تصور کردن غیر امکان است. این لحظه ما از
موضوع پند و حکمت در شاهنامه به زوال فردوسی از آن که همین مسئله های تعلیمی و تربیتی، پند و اندرز و موعظت و عموما اخلاق و معنویت در شاهنامه به زوال فردوسی چگونه نقش دارد خیلی مختصر صحبت خواهیم کرد. باید ابراز داشت که در شاهنامه اصطلاحی یا مفهوم اندرز آمده است و اندرز در لغت ها اصلا به معنای مشاوره، مصلحت، پند، تعلیم، وصیت همین گونه معنی ها دارد و در مجموع در گفتار مردمی آن را ما عادتا اندیشه های پند و اخلاقی میگیم، یعنی پند و اندرزی. خب اکنون ما باید بگوییم که قبل از شاهنامه آیا همین موضوع پند و حکمت و اندرز آیا در ادبیات دیرین سال ما وجود داشت یا خیر؟ البته وجود داشت. مثلا هنوز اگر به خاطر بیاریم که در اوستا گاتها بودن، اونها همه پند و اندرزی بودن. این یک. بعدا ما کتاب‌های اخلاقی مخصوص داشتیم که کلیله و دیمنه، سندبادنامه که اینها از هندی به پهلوی برگرداشتند و شهرتی به قیاس دارند. بعد در عهد ساسانی ها پندنامه ها خیلی زیاد بودند. مثلا اندرز آذربادی مهرسپندان، بعدا اندرز خسرو کواتان، بعدا پندنامه بزرجمهر، پندنامه زردوش و غیره. اینها خیلی زیاد بودند. مخصوصا کلیله و دیمنه شهرتی زیاد داشت و که این کلیله و دیمنه در زمینه یا که در ضمن پنچترتر هندی از جانب ابن مقفع اول با عربی و بعدا از جانب ابوالفضل بلعمی با فارسی برگردانده شد و در نهایت پیر مرشد ادبیات ما ابو عبدالله رودکی آن را به رشته نظم درآورد و همون در همه جا حتی در کتاب‌های درسی مکتب میانه همون دو پاره از این کلیله و دیمنه با نظم کشیده رودکی خیلی شهرت دارد. یکیش همین که مثلا هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. و دیگری تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز، آدمان بخردن در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان، گیر کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همه بنگاشتند، دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد برتر جشن است. این چیزها خیلی معلومات که از همونجا باقی مونده است. در شاهنامه فردوسی اگر رجوع کنیم، اگر مرور کنیم، دو ویژگی به نظر می رسد. یکی این است که پند و حکمت ها نه بواسطه بلکه در ضمن واقعیات اثر، در ضمن حوادثی که در اثر چی می شود تصویر می شود بیان کرده می شود، تو لوچ و اوریان نه. و دویم همچون اثر مستقل، همچون یک قسمت های مستقل چی می شود نمودار می شود. همین دو خصوصیت، همین دو ویژگی در موضوع پند و حکمت در شاهنامه به چشم هر بیننده میرسد البته. و پند و حکمت های شاهنامه اصلا به دو نوع هستند. یکی از جانب شاهان گفته می شوند در مجلس های شاهی و در مراجعت به مردم، مراجعت به موبدان، مراجعت به همون جامعه، همون گروه حکومتدار و غیره. و دیگر از نوع پهلوانان و قهرمانان گفته می شود. همین چیز در شاهنامه بسیار خوب به چشم می رسد. اما نخستین پند اگر از ابتدا وی کنیم، اگر از جانب کیقوباد است. کیقوباد به واسطه موعظه می کند و موعظه‌اش عبارت است از راستی، عدالت، نداشتن کین و حسادت، برابری های اجتماعی، همین موضوع های مبرمی جامعه همان وقته در اینجا درج می شود. مثلا بعدا یک پند بسیار زیبایی کیخسرو با پهلوان گودرز هست که من میخوام اون رو اقتباس بکنم. میگه که نگر تو نیازی به بیداد دست، نگردانی ایوانی آباد پست. یعنی
تو که جنگاور هستی، تو که رزماور هستی، تو که محافظ وطن، گودرز گیر توس اینو پهلوانان شاهنامه هستن. تو که میگوید هرگز نکنی که بیداد بکنی، یعنی اگر رزم بکنی بیدادی مکن. ایوان آباد پس کردن یعنی بیرحمی و از حدی که یک جنگ است، یک رزم است، باید عبور نکنی، از حد انصاف عبور نکنی. نگردن کسی کو نبندد به جنگت میون، چنان کن که از تو نیابد زیان. یعنی اون کسی که به تو بدی نمیکنه، اون کسی که به تو خوف خطر ندارد، هرگز میونت رو مبند بر ضد او. یعنی این رو صرف نظر بکن. که نپسند از ما بدی دادگر، سپنج است گیتی و ما برگذر. یعنی نپسند یعنی که نپسندد، یعنی همین دادگر، اکو دادگر یزدان است که از ما نمیپسندد، بدی رو هرگز نمیپسندد. اگرچه ما در راه دفاع همین وطن و میهن هم باشیم، بدی رو نمیپسندد، زیرا که دنیا بر دوام است، دنیا آبادان است، دنیا باز باقی میموند. این مایم که در گذر هستیم. یعنی در این گونه پندهای شاهنامه فردوسی سیاست با اخلاق و عادت‌ها در پیوند نمایش داده میشوند یا گفته میشوند، بروز میکنند. همین گونه یک ویژگی دیگری پندنویسی و که حکمت نویسی شاهنامه همین است.